طبیعی نیست. این توش اینو گذاشتن تو آب جوش، این یه دست بود ترک خورد از داخل، توی آب جوش انداختنش اینجوری از داخل. خب نگاه کن این الان چند تا مشکل داره. خب اولی که اصلا گوهر سنگ برعکس جا خورده روی سنگ، روی کار، روی تلات. نگاه مال 100 ساله. این صفحه بزرگی که مربع شکل اینجا می‌بینی مستطیل شکل، این تیبل باید روی کار باشه، در واقع باید این ور باشه. این میشه پاویلیون، این باید زیر کار باشه. اولی خطا اینه که اینو برعکس جا زدن. اومد زنداداشم دورشو این کار دستی دو چیز کنه، تمیزش کنه، چون طلا رو یه توی آبجوش یه ذره وایتکس بریزی اون طلا براق میشه. بازم نباید همچین اتفاقی براش بیفته. نظر منی که کارشناسم این سنگ طبیعی نیست، یاقوت سنتتیکه. از تنشای توش هم قشنگ مشخصه که این سنتتیکه، چون گوهر سنگ طبیعی همچین تنشایی نداره. نمیدونم. آره. ولی آب جوش مثلا 100 درجه نباید همچین بلایی سر گوهر سنگ بیاره. این گوهر سنگ مثلا این از گروه کروندوم دیگه، یاقوت خیلی اون تحمل گرماییش خیلی بیشتر از اینه که 100 درجه با اینا. الان تریتمنت هایی که انجام میشه رو گوهر سنگ ها، مثلا گروه کروندومای طبیعی بعضا تا 2500 درجه دارن حرارت میدن. 100 درجه آب جوش برای یاقوت شوخیه، نباید همچین ترکای توش به وجود میومد. به عقیده من این تنش از ابتدا بوده، از ابتدایی که تشکیلش که داشته تشکیل میشده تو شرایط آزمایشگاهی این بوده. ببین این تنشایی که توی این من دارم میبینم قشنگ نشون دهنده یه سافایر سنتتیکه.